بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بینندگان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. به این برنامه علمی و فقهی خوش آمدید. برنامه‌ای که در آن یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل فقه خانواده در تاریخ اسلام را بررسی می‌کنیم. موضوع این مناظره مسئله طلاق سه‌گانه در یک مجلس است. مسئله‌ای که قرنها محل بحث و اختلاف نظر میان فقهای بزرگ اسلامی بوده است. در این برنامه دو دیدگاه معتبر فقهی را به صورت گفتگوی رو در رو و کاملاً علمی بررسی می‌کنیم. دیدگاه نخست منسوب به شیخ الاسلام تقی‌الدین ابن تیمیه که بر اساس قرآن، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل سلف صالح، طلاق سه‌گانه در یک مجلس را تنها یک طلاق رجعی می‌داند. دیدگاه دوم دیدگاه فقه حنفی است که توسط شمس الائمه امام السرخسی نمایندگی می‌شود. دیدگاهی که بر اساس ظاهر الفاظ، اجماع فقها و استمرار عمل امت قائل به وقوع 3 طلاق بائن در یک مجلس است. تأکید می‌کنیم که هدف این برنامه صدور حکم یا تخطئه اشخاص نیست، بلکه تبیین علمی ادله، فهم بهتر اختلاف فقهی و نزدیک شدن به روح شریعت اسلامی است. از شما دعوت می‌کنیم با دقت، آرامش و نگاه علمی این مناظره فقهی را دنبال فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بحث من در اینجا طرح چند پرسش علمی و شرعی است که پاسخ به آنها حقیقت حکم طلاق سه‌گانه در یک مجلس را روشن می‌سازد. نخست می‌پرسم اگر طلاق سه‌گانه در یک مجلس از آغاز تشریع 3 طلاق بائن بوده است، پس چرا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین طلاقی تنها یک طلاق محسوب می‌شد؟ آیا سنت ثابت و عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌تواند با اجتهاد متأخر کنار گذاشته شود؟ پرسش دوم من این است: آیا ثابت نیست که در دوران خلافت ابوبکر رضی الله عنه و در 2 سال نخست خلافت عمر رضی الله عنه طلاق سه‌گانه در یک مجلس یک طلاق به شمار می آمد؟ اگر این واقعیت تاریخی پذیرفته شود، پس چگونه می توان ادعا کرد که حکم شرعی از ابتدا 3 طلاق بوده است؟ پرسش سوم مربوط به خود تصمیم عمر رضی الله عنه است. ایشان تصریح می کند که مردم در امری شتاب کردند که پیشتر در آن مهلت و آرامش وجود داشت. آیا این سخن دلالت بر تغییر حکم الهی دارد یا نشان دهنده یک اقدام تعزیری و حکومتی برای جلوگیری از سوء استفاده مردم است؟ و اگر این اقدام تعزیری بوده است، چگونه می توان آن را به عنوان حکم دائمی شریعت تلقی کرد؟ پرسش چهارم من از قرآن کریم آغاز می شود. خداوند متعال می فرماید: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. این آیه به روشنی بر اصل تدریج در طلاق دلالت دارد. اگر 3 طلاق با یک لفظ و در یک مجلس واقع شود، این تدریج قرآنی چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا چنین برداشتی نقض ظاهر آیه قرآن نیست؟ پرسش پنجم درباره سنت نبوی است. در داستان روکان بن عبدیزید، وقتی او همسرش را 3 طلاق داد، رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را تنها 1 طلاق به حساب آورد. چگونه میتوان این حدیث صحیح و صریح را نادیده گرفت در حالی که دقیقاً به همین مسئله مربوط است؟ پرسش ششم درباره ادعای اجماع است. چگونه میتوان از اجماع سخن گفت در حالی که ابن عباس رضی الله عنه طلاق سه‌گانه در یک مجلس را 1 طلاق میدانست؟ آیا مخالفت چنین صحابی بزرگی ادعای اجماع را به طور کامل نقض نمی کند؟
پرسش هفتم ناظر به مقاصد شریعت است. آیا مقصود شریعت از تشریع طلاق ایجاد فرصت اصلاح و بازگشت نیست؟ اگر چنین است، چگونه حکمی که با یک لفظ راه بازگشت را به طور کامل می‌بندد، با مقاصد شریعت در حفظ خانواده سازگار خواهد بود؟ پرسش هشتم درباره نظام قضایی است. آیا عدالت شرعی مقدم است یا سهولت در قضاوت؟ اگر حکمی با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ناسازگار باشد، آیا صرف آسان بودن اجرای آن در محاکم می تواند آن را مشروع جلوه دهد؟ پرسش نهم مربوط به آثار اجتماعی است. آیا سختگیری شدید در طلاق سه‌گانه واقعاً مانع سوء استفاده مردان شده است؟ یا آنکه خود سبب ظلم گسترده به زنان و فروپاشی غیر ضروری خانواده‌ها گردیده است؟ آیا شریعت برای جلوگیری از سوء استفاده راه تعزیر و سیاست شرعی را قرار نداده است؟ و در پایان می‌پرسم، با توجه به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمل ابوبکر و آغاز خلافت عمر رضی الله عنهما، آیه صریح قرآن و مقاصد روشن شریعت در حفظ خانواده، آیا بازگشت به حکم نخستین طلاق سه‌گانه به حقیقت، عدالت و حکمت شریعت نزدیکتر نیست؟ والله اعلم و هو الها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسم من شمس الائمه ابوبکر محمد ابن ابی سهل احمد سرخسی حنفی هستم. آنچه در این بحث بیان می کنم بر اساس اصول مستقر فقه حنفی، اجماع فقها و عمل مداوم امت اسلامی در طول قرون است. در مذهب حنفی، اگر مردی در یک مجلس به همسر خود بگوید انت طالق ثلاثا، 3 طلاق باین واقع می شود و زن بلافاصله بر او حرام می گردد تا آنکه پس از نکاح صحیح با همسری دیگر امکان بازگشت فراهم شود. این حکم تنها بر ظاهر لفظ مبتنی نیست، بلکه بر فهم عمیق فقهی از آثار الفاظ صریح و بر ضرورت حفظ ثبات حقوقی در جامعه اسلامی استوار است. تصمیم امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه در امضای طلاق سه‌گانه با حضور و همراهی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفت و این همراهی نشان دهنده پذیرش جمعی و حجیت عملی این حکم در میان امت است. اگر این اقدام صرفاً یک تدبیر موقتی و غیر الزام آور بود، چرا پس از آن قضات و فقهای امت در نسل‌های متوالی بر اساس آن حکم کردند؟ استمرار عمل خود یکی از قوی‌ترین دلایل فقهی است. فقه حنفی فقه نظاممند و واقع‌گراست. ما احکام را به گونه‌ای استنباط می‌کنیم که نظم اجتماعی، امنیت حقوقی و جدیت عقد نکاح حفظ شود. اگر گفته شود که 3 طلاق در یک مجلس تنها 1 طلاق است، راه بازی با الفاظ صریح گشوده می‌شود و مردان می‌توانند بدون هیچ بازدارندگی به طور مکرر بنیان خانواده را تهدید کنند. ما منکر توجه به نیت نیستیم، اما در الفاظ صریح نیت نمیتواند در برابر لفظ آشکار قرار گیرد. زیرا قضاوت بر اساس نیت‌های پنهان نظام قضایی را دچار اختلال و بی‌ثباتی می‌کند. شدت حکم در مسئله طلاق سه‌گانه نه از باب بیرحمی، بلکه از باب بازدارندگی و حفظ حرمت نکاح است. فقه تنها برای حل مسائل فردی نیامده، بلکه برای حفظ مصالح عمومی جامعه نیز تشریع شده است. از این رو، ما بر این باوریم که قول به وقوع 3 طلاق باین در یک مجلس با اصول فقهی، با عمل مستمر امت و با ضرورت حفظ نظم اجتماعی سازگارتر و استوارتر است. والله اعلم و هو الحکیم العدل. ابن تیمیه: دیدگاه فقه حنفی بر یک روایت یا یک واقعه منفرد استوار نیست، بلکه بر ظاهر و الفاظ صریح و بر استمرار عمل فقها و قضات امت اسلامی در طول قرون بنا شده است. 3 طلاق با یک لفظ صریح ادا می شود و لفظ صریح در فقه آثار کامل خود را به همراه دارد، بی آنکه به نیت پنهان نیازمند باشد. ای امام سرخسی،
اگر ملاک صرف ظاهر لفظ و استمرار عمل فقها باشد، پس جایگاه سنت ثابت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل صحابه رضی الله عنهم در کجای این استدلال قرار می‌گیرد؟ ما نصی روشن داریم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و نیز در عهد ابوبکر رضی الله عنه و در 2 سال نخست خلافت عمر رضی الله عنه، طلاق سگانه در یک مجلس تنها یک طلاق محسوب می‌شد. آیا جایز است که به سبب تغییر رفتار مردم، حکمی که بر اساس سنت ثابت شده است، به طور دائمی تغییر یابد؟ ابن تیمیه، آنچه شما از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و از عهد ابوبکر رضی الله عنه و اوایل خلافت عمر رضی الله عنه نقل می‌کنید، نفی کننده حکم بعدی نیست. زیرا عمر رضی الله عنه با مشاهده شتاب زدگی مردم در امر طلاق به عنوان خلیفه راشد حکم طلاق سگانه را امضا کرد و امت اسلامی بر این امضا اجتماع نمود. پس این حکم نه مخالفت با سنت، بلکه سیاست شرعی برای حفظ نظام خانواده و جلوگیری از بازی با الفاظ طلاق است. ای امام سرخسی، سخن عمر رضی الله عنه نصی در تشریع حکم جدید نیست، بلکه تصریحی روشن بر این حقیقت است که مردم در امری شتاب کردند که در آن برایشان مهلت و تأمل قرار داده شده بود. اگر حکم طلاق سگانه در اصل 3 طلاق بائن بود، عمر رضی الله عنه نمی گفت امر کانت لهم فیه انه، بلکه این سخن او دلیل است بر اینکه حکم نخست همان یک طلاق بوده است و اقدام عمر اقدامی تعزیری و موقتی برای بازداشتن مردم از سوء استفاده بوده، نه تغییر حکم شرعی ثابت. ابن تیمیه، سیاست شرعی وقتی به وسیله خلیفه راشد اعمال شود و فقهای امت بر آن استمرار ورزند، از حد تعزیر فردی فراتر می رود و به قاعده معتبر در فقه تبدیل می شود. اگر این اقدام عمر رضی الله عنه صرفاً موقتی بود، چرا فقهای بزرگ پس از او در همه اعصار بر همان حکم فتوا دادند؟ عمل مستمر امت و پذیرش قضات و فقها نمیتواند بر خطا استوار باشد و همین استمرار دلیل بر صحت وقوع 3 طلاق بائن در یک مجلس است. بینندگان گرامی، پس از بررسی دقیق دیدگاه‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه و فقیه مذهب حنفی امام سرخسی، میتوان دریافت که اختلاف فقهی درباره طلاق سگانه در یک مجلس ریشه در تفاوت فهم سنت، ظاهر الفاظ و مقاصد شریعت دارد. ابن تیمیه با تکیه بر نصوص روشن رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل صحابه رضی الله عنهم و با توجه به اهداف شریعت در حفظ خانواده و اصلاح روابط زناشویی، طلاق سگانه را در یک مجلس تنها یک طلاق رجعی می‌داند و تأکید دارد که مقاصد شریعت، عقلانیت و مصالح سعی اجتماعی باید در فهم حکم نقش داشته باشند. امام سرخسی با تکیه بر ظاهر الفاظ و استمرار عمل فقها و قضات امت بر وقوع 3 طلاق بائن در یک مجلس اصرار دارد تا از سوء استفاده و هرج و مرج در امور خانواده جلوگیری شود و اجماع عملی فقها را به عنوان پشتوانه فقهی خود ارائه می‌دهد. در نهایت این اختلاف نشان دهنده تنوع و انعطاف فقه اسلامی است و این نکته مهم را یادآور می‌شود که بررسی دقیق نصوص، تاریخ تشریع و مقاصد شریعت راهگشای فهم بهتر احکام و تصمیم‌گیری‌های متعادل در زندگی خانوادگی است. با توجه به این نکات می‌توان دریافت که هر دو دیدگاه ارزشمند و قابل تأمل هستند، اما فهم تاریخی و مقاصدی ابن تیمیه بینش ویژه‌ای برای حفاظت از خانواده‌ها ارائه می‌دهد. والله اعلم.